در شهر چیتا در منطقه سیبیر روسیه یک قلاب خود را مایور پلیس وانمود کرده مهاجر تاجیک امینجان کریموف را وادار کرده است که از بانک 900,000 روبل قرض گرفته به او بدهد و چکش را بدراند. به امینجان گفتند که پلیس یک عملیات ویژه را برای آشکار کردن یک شبکه قلابان برا انداخته است و امینجان باید به پلیس همه‌جانبه یاری رساند. امینجان به این قصه باور کرده از بانک با 12.9% سالانه 900,000 روبل قرض گرفته به حساب بانکی که به وی گفتند فرستاده است. تنها بعد فرستادن پول او به بانک زنگ زده و از آنجا فهمید که فریبش دادند و به گردنش قرض بزرگ بار شده است. اکنون امینجان باید همین دو قرض، هم این 900,000 روبل را که با 12.9% سالانش از زودباوری خود او به گردنش بار شد بکند و هم 400,000 روبل قرضی را که پیشتر برای رشد تجارتش در چیتا گرفته بود. میخواستم از تاجیکستان یگان نانوای خوب دعوت کنم، فروشنده ها را به کار بگیرم و تجارتم را رونق دهم. با علم قصه کرده است امینجان 43 ساله به نشریه کمسامولسکای پراودا ایرکوتسک. امینجان در چیتا مرکز کشور زابایکالیا نانوایخانه و دکان فروش نان گرم دارد. او میخواست تجارتش را در سال 2021 گسترش دهد، ولی به جای رشد تجارت او حالا در فکر کندن قرض به گردنش بار شده افتاده است و هم نمیداند که به اهل عائله در وطن ماندهش چگونه کمک کند.